الوداع ماهی رحمت، الوداع ای سر و پا لطف یزدان، الوداع الوداع ماهی رحمت، الوداع ای سر و پا لطف یزدان، الوداع ای در آقا ماهی رحمت هم گذشت، حالی ما در بندگی بهتر گذشت. ای در آقا ماهی رحمت هم گذشت، حالی ما در بندگی بهتر گذشت. الوداع ماهی قرآن، الوداع ای سر و پا لطف یزدان، الوداع ای سر و پا لطف یزدان، الوداع الوداع نوبهاری بندگی، رفت و آمد خزانی زندگی. الوداع نوبهاری بندگی، رفت و آمد خزانی زندگی. الوداع ماهی رحمان، الوداع ای سر و پا لطف یزدان، الوداع ای سر و پا لطف یزدان، الوداع می شود که در این ایام خوب، سال دیگر روزه گیرم با غروب. می شود که در این ایام خوب، سال دیگر روزه گیرم با غروب. الوداع ماهی قرآن، الوداع ای سر و پا لطف یزدان، الوداع ای سر و پا لطف یزدان، الوداع. صف راست، صفو راست کنی، به مالا راست کنی، به سامجون ننشی. یگان کس نام همه یک سال نبرید میخونیم، به سامجون نمیشه، از تحت دین میخونیم انشاءالله. خوار شتی برنگی و شیدو شبت همه شید می؟ خب نیاد میکنیم شام. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
عليهم من الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحیم استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت و تعالیت یا ذو الجلال و الاکرام بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي بعث الانبیاء والرسول للهدایة العباد و افضل الصلاة و اتم السلام على رسوله محمد خاتم الانبیاء والمرسلین حب القلوب و شفائها محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم و علی آله و اصحابه و ازواجه و ذریاته و بارک و سلم علیه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، مهمانان گرامی قدر. اولا انشاءالله ما شما را با مناسبت فرارسی عید بزرگ که اینم باشد انشاءالله، یعنی عید رمضان است، یعنی الحمدلله تبریک و مبارکباد میگیم. الله سبحانه و تعالی البته خدا خواهد این یعنی ماه برای ما و شما مبارک بگردوند و در این ماه چقدر طاعت عبادت کردیم عاجزانه، چه شبها قیام کردیم، چه روز با روزه ها. الحمدلله و خدا آن شکری بیادد که با این روز شادی، روز خرسندی الحمدلله ما و شما انشاءالله رسیدیم. همه شما را تبریک و مبارکباد میگیم و انشاءالله برای هر یک شما تنسیتی و خاطر جمعی، یعنی خانه آبادی و فیض و برکات انشاءالله و همه خاندان ما و شما مسلمانان انشاءالله چکا کند خداوند فیض برکات انشاءالله با طفل این ماهی، یعنی بزرگ سال 2024 سال انشاءالله پر برکات، چی در دهقانی ها، چی در انشاءالله عمرمو، چی در رزقامو، چی در خاندانمو. الله حق سبحانه و تعالی برکت نتانماید و تمام مسلمان ها انشاءالله روی یعنی انشاءالله خدا خواهد دنیا را با این یعنی روز عیدی بزرگ، روز خرسندی و روز شادی انشاءالله خدا خواهد تبریک و مبارک باد میگیم. ماه رمضان به صف میگذرد، ماه رمضان با صفا میگذرد، این عمر عجب و صد جفا میگذرد. افسوس خودم ز رفتن ماه شریف، تسبیح و تراویح و دعا میگذرد. ماه رمضان عزیز جان هست باد، فیض و برکات به خاندان همه باد. عزیزان من
خاندان هر یکی ما و شما انشاءالله فیض و برکات و انشاءالله خدا خواهد خرسندی و شادی باد. البته عزیزان من، امروز روز شادی، روز خرسندی، باید انشاءالله خدا خواهد ما و شما این روز همچون روزی خرسندی و همچون روزی شادی انشاءالله پیشواز گیریم. انس ابن مالک روایت کرده حدیث است عزیزان من، پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که به مدینه انشاءالله اومدن، اهل مدینه که سوال جواب کردن، اهل مدینه گفتن که ما در زمان جاهلیت دو خرسندی داشتیم، یکی یعنی بهار، یکی در تیر ماه. در این ماه ها ما خرسندی میکردیم، شادی میکردیم، رقص و بازی میکردیم. پیامبر فرمود که همین دو روز خداوند تبدیل داد به یعنی ماهی چی شریف رمضان و عید قربان که گفت. ببینین انشاءالله خدا خواهد یعنی این از این طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم این ماهی چی بوده است؟ یعنی عید شادی، عید خرسندی. حتی پیامبر دیگر حدیث میگن که یعنی این روزی خوردن، آشامیدن و روز انشاءالله خرسندی کردن است. امام ترمذی روایت کرده که عزیزان من حدیث است. موافق همین حدیث انشاءالله خدا خواهد من و شما کنیم روزه، البته خدا خواهد انشاءالله چی روزی خرسندی، روزی شادی انشاءالله پیشواز گیریم و دیگر انشاءالله تبریک کنیم انشاءالله و دیگر به روزی خرسندی شادی انشاءالله خدا خواهد مبارک باد کرده انشاءالله. در خاندان ها فقط گریه، ماتم، غم نه، بلکه چی شادی. در تبسم حد در لبهای هر یکی ما شما فقط باید که تبسم جلو دیاد انشاءالله خدا خواهد. ما مسلمان دو عید داریم، دو خرسندی داریم، همین دو خرسندی است خدا خواهد. ما کدام عیدای نمیشتگی رو عید میکنیم، خرسندی میکنی، تردد میکنی، پیشواز میگیری. عید خودت که الحمدلله پیامبر بزرگوار نازنین محمد صلی الله علیه و سلم انشاءالله برای ما و شما خرسندی شادی گفت، ما و شما چیکار میکنیم؟ خرسندی شادی نمیکنیم. ای بای شرمندگی برای مسلمان‌ها. این خیلی مسلمانه که مرد همون خیلی مسلمانه که خرسندیش ماتم میکنه و کوچه به کوچه شرب خورده میگرده، کوچه به کوچه خدا خواهد فاتحه میخونن. امروز روزی فاتحه خونی نیست، روزی خرسندی است، روزی شادی است، روزی بزم است انشاءالله خدا خواهد. عزیزانی من بس کنین این کاره. شرمندگی کی دین ترقیات میکنه، کی دین پیشرفت میکنه. دین با دنیا هماهنگه عزیزی من. دین چیزی مردگی نیست، میارت و چیز نیست که یک نمود بسته تا انشاءالله قیامت قائم شد. هر روز دگرگون میشود. دین با دنیا هماهنگ میرود الحمدلله عزیزان من. من همین بین انشاءالله خدا خواهد روز خرسندی، روز شادی خدا خواهد انشاءالله. هممون نماز ادا میکنیم انشاءالله خدا خواهد. طبق انشاءالله وظیفه های شریعت فرمودگی یگانه بریم انشاءالله پدر مادر زیارت کنیم. همین از وظیفه ما و شما. حیات باشن انشاءالله خدا خواهد. برای خدا خواهد یک کوچه، من امروز خرسندی است، من از کودکان بسیار مسئول هستم که کودکان ما و شما 100% خرسندی میکنن، نه غبار دارن، نه غم دارن. ما چی؟ ما که خرسندی میکنیم؟ زنده باشن خدا توفگی یک چه خدا خواهد کرده می گرفتن در کار بود، تیار کردن در کار بود برای پدر مادر رو تا این روز که سحر عید خدا خواهد انشاءالله برام همین تاقیه که در سر پدرمونم یعنی کرتیه که پوشونمش یا مادرم باشه خود این رومال یک کرته خدا خواهد بگیرم برم بتیمش. این وظیفه من و شما. امروز خدا خواهد انشاءالله میگد برای زیارت پدر مادر برد، نباشد امک تمی امک جای پدر خدا خواهد انشاءالله امک تا زیارت کن، تاقات زیارت کن، خالت زیارت کن. همه محلند خدا خواهد کلان سال دیگر خدا خواهد رو زیارت کن، دعاش بگیر یک توفه بر. امروز ایدی دادن سنت پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم. وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از نماز برمدن بین، نه فاتحه خونی دیدن، نه قبرستان دیدن، نه گور رفتن، بلکه یگانه دختری بهترین که گهواره که چشمش فاطمه رضی الله تعالی عنها بود خانه هوای رفتن. وقتی که از خانه داخل شدن امام حسن امام حسین دویده اومدن گفتن بابا جان امروز روز عید است. مونده گفت چیکار کنین؟ عیدی چیه؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه چیزی که داشتن میگه تقدیم کردن بر نبرهاشو. گوشه خانه رفتن میگه داماش نکشیدن گفتن ربنا پروردگارا امروز روز عید
روز ایدی منم از ایدی میخوام. گفت محمد چی میخوای؟ دنیا تیم، پول تیم، مال تیم، چی تیم؟ من گفت نه پول در کاره، نه مال در کاره، نه دنیا در کاره، بلکه گناه امتم در کاره. من میخوام که گناه امتم گذری. گفت ببین، گفت گذشتمش به خاطر امروز روز خرسندیت، به خاطر خودت محمد علیه السلام تمام گناه امتات گذشتم. ببین میگه رفته سادات، میگه یتیم کودکا بازی داشتن، رسولا من نکردن، کفکوبی میکردن، بیتگوینگ میکردن، شادی میکردن. یک کودک دیدن در یک گوشه راه شیشتگی است، لباساش دریدگی. پیش وی رفتم، گفتم بچم برای چی امروز گریه میکنی؟ امروز روز گریه نیست، امروز روز خرسندی است، شادی است. گفتن یا محمد من پدر ندارم، مادر ندارم، پدرم مرد، مادرم دیگر شوهر کرد، و پدری مایندر من براد از خانه پیش کرد. کجا رفتن ندارم، چی پوشم، چیکار کنم؟ گفت که میدانی من پدرت میشم، فاطمه مادرت میشود، امام حسن حسین اکا و دادرت میشود. رفتیم بغلش کرد، میگه آورد پیش فاطمه. گفت بشو لباسش شکمکش سیر که این فرزندی ما هی. ببینید پیامبر علیه السلام گجانگی خدا خواهد فرزندان را فرزند که امروز ما فرزندانی کناری خود ما فرزند نداریم. امروز ما فرزندان تربیه نداریم. امروز عموما اعتبار در تربیه نیست. من امروز چی کاراش دست است، چی راه رفته سادیان دخترام و بچه هامو خاموشیم، بخبریم. ما و شما هوشیار شو، خدا خواهد انشاءالله مالی ما و شما، تربیه کننده ما و شما هستیم عزیزانی من. خدا خواهد فرزندا برای خوب تربیه کن انشاءالله. امروز روزی خرسندی ایدیشته، خدا خواهد انشاءالله. تی محلت نه باشد یک بیوه است، یک بیچاره است، خدا خواهد بر بتش. امروز برای چی صدقات فیتر شد؟ همین صدقات فیتر برای کمبغلا خرسندی شه، شادی شه که بیچاره گشنه نمونن. همین روز عید یک لباسه خرن یا که یگان طعام بخرن و در خاندانش کنن، خرسندی کنن. گفته که معنی دارد، اینو معنی نیست زانی من. برای همین صدقات فیتر هیچ کس خورده نمیتونه، نه مولا خوردش میتونه، نه مسجد ساخته میشه، نه کوپروک ساخته میشه، نه قدق ساخته میشه، نه مکتب ساخته میشه، نه بلنیسه ساخته میشه. فقط برای چیز بیا و بیچاره است. در همین روز کنن خرسندی کنن، در همین روز الحمدلله خدا خواهد شادی کنن از زانی من. الحمدلله روز خوب، روز شادی، روز بهترین الحمدلله ما شما از زانی من قرار داریم. به عدد شکر خدا خواهد انشاءالله. البته این روز خدا خواهد روز خرسندی، روز شادی پیشواز گیریم خدا خواهد انشاءالله. همه بعد انتهای نماز خدا خواهد جمع زنی، یک خانه ها دست می، یک باغ هست، یگان آرامگاه هست، برین انشاءالله خدا خواهد چیکار کنین؟ خرسندی کنین، افقاتا تشکیل کنین. الحمدلله به عدد شکر. باید که طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم شود. عزیزانی من کار کنین خدا خواهد. یا زنها میگن لباس کوت و سیاه تا درک پرتاگو زنگو امروز لباس بهترین تپوش. امروز روز خرسندی، روز شادی، این لباس سیاه و کبوت و بلا و بدتر تا گم کنن که امروز بهترین حتی لباس پوشیدن امروز سنت است. ما شما شریعت تصمیم دی وقتی که با مسجد میای میگه بهترین لباس پوشیده بیا، عطر زن. اینه نزانی من بهترین خدا خواهد انشاءالله عطر زده بیای خانه خدا، بهترین لباس پوش. الحمدلله سنت رسول الله سلام چون خرسندی شادی الحمدلله بهتر. زنهام نگیریم، دخترام نگیریم که مثال مردا شدم یک ماه دو ماه شده شدم پرتت بدر که گو بهترین لباس پوش. شادی که غم امروز دور کنیم خدا خواهد از خودمون، بلکه کنیم شادی کنیم، خرسندی کنیم انشاءالله عزیزانی من. اینو معنی ندارد عزیزانی من. و انشاءالله یگانه شکرانه بجا بیاریم. الحمدلله بهترین انشاءالله خدا خواهد مملکت زندگی داریم، یا نمی بهترین انشاءالله شاه داریم، بهترین راهبرها داریم عزیزانی من. برای بهبردن زندگی مردم سعی و کوشش دارند شب و روز. این دعکه ما باید که حسامنا ما هم گذاریم عزیزانی من. ما هم حسامنا برای وطن گذاریم، ما هم حسامنا برای آبادی محله و قشلاق گذاریم. خدا خواهد پلقشاق کرده خواه نریم که خدا خواهد انشاءالله. چون وطن آباد میکردگی دولت گفتگی چی هست؟ دولت من و شما هستیم. دولت از همین جمعیت تشکیل میشه، همین انسان ها من و شما هم دولت. من و شما هم اقلا خدا خواهد انشاءالله تراتور که خونه هم راست کنیم، جوارکام خدا خواهد انشاءالله کار کنیم،
تراتور محلم درختکم تازه کنیم، سفید کنیم. خدا دیده که وطن آباد، آبادی وطن گل کردنش در دست انسان است. از آن من ما شما خدا خواهد انشاءالله آباد کنیم این وطن، حصه گذاریم، خرسند شیم از انشاءالله خدا خواهد. یعنی این چی آبادی این وطن شکرانه کنیم انشاءالله. الله سبحانه و تعالی بهترین نعمت برای ما شما امروز داد که زمانی سری، زمانی پری. شکرانه باید کرد انشاءالله خدا خواهد. اگر این شکر نکنیم خدا این نعمت هم میگیرد. خدا قرآن میگه استعیذ بالله و ان شکرتم لازیدنکم، اگر شما شکر کنید من زیاده میکنم، اگر کفرانی نعمت کنید عذابی من بالای شما سخت است. اگر ما شما شکرانه نکنیم کفرانی نعمت کنیم ان شاء الله خدا خواهد. یعنی نعمت های الله سبحانه و تعالی خدا خواهد چیکار نکنیم با خدمت خدا خواهد ان شاء الله، یعنی شکرانه نکنیم. برای همین ان شاء الله شکرانه با جا بیاریم. شاعر میگن من به تو دم قرار نتوانم کرد، ببینید احسانی تو را شمار نتوانم کرد، گر در دنی من میگد هر تار مویی که است، ببینید اگر شمار تو کند هزار نتواند کرد. این بدنی که شما خدا خواهد ما داریم هر یک تاری موش میگد اگر شکرانه الله کنه ما یک نعمت خدا را با جا آوردن میتونیم. یک نعمت هم چشم نعمت، گوش نعمت، دست نعمت، پا نعمت، همه این نعمت است. این دادگی خدا است. این آرشو یک تاش کار نکنه، حاضر یک چشمت کار نکنه نیمی آدم نمیبینی. این نعمت ما شما روز قدینا نمیرسیم، بالای تلفن، بالای کامپیوتر، بالای بدتر نه خواهیم شو روز خدا خواهد 5 سال 10 سال بعد این نعمت قدرش میدونی. اوه میگی چشم بسیار خوب بده، چشم نعمتش خوب بده. یا نعمت نان نبی امروز خدا خواهد. امروز نانا خاروزار کجای میبین در کوچه ها نانا پرتفتگی است. یا مرکه رو میکنیم خود ای حد زیاد انشاءالله خدا خواهد چیکار میکنیم ناز و نعمت خار میکنیم. روزش میشد این نعمت ها با چی دارد؟ جزا دارد برادرها. یا لباس ببینید امروز خدا خواهد انشاءالله ما با یک لباس خانه نشستیم شکر به خدا. 20 تا 50 تا لباس ها در خانه هم تخت کرده موندگی است با ندوال نیم. دور شوروی خوب میگن تو خوب بود دور شوروی، دور سویتی. اینکه خوبیش آدم پول نداشتن. من یه موی سفیدا میدونن یک کاستیم کتی 20 زن میگرفت نبود. یک تن پولدار یک کاستیم و شیمه میخرید هوا یک کتیش که میکردیم هم زن کتا با بودش میدادیم. امروز خدا خواهد اکا دادر خواهرشی باشه نپوشیده ساده یا نمی. یکان کس شیمی یماقی دیدیم امروز؟ دیدی یکان کس شیم؟ ما 8 9 میخوندیم من شیمی یماقی میپوشیدیم. من 9 میخوندم یک کتکر 2 کس میپوشیدیم. اکام ساری میرفت من با دوید پویسته میستادم. بیچاره پدرم پول نبود. پویسته میستادم و میومد بعد من آلیش میکردم مکتب میرفتم. حاضر کی چی بود نه؟ گوجان یک بویست بیچاره لباسش کودکان میدادن در بر کرده بخرسانیم. امروز الحمدلله به عادت شکر. این خانه زیبا، این ماشین زیبا. از این هم اگر شکرانه زیاد کنیم الله زیاده میکنه خدا خواهد انشاءالله. این نعمت اینا تینجی نعمت خدا خواهد. من بهترین من کلام مملکت ها یک نظر اندازه امروز بیچاره بچی تشویش ها اید خونده سادیان یا نمی بچی تشویش ها زندگی دارن که امروز هستمی سحر نیستن. ما شما الحمدلله هم خیلی میپرتیم الله اکبر، نه پروای خونه داریم نه پروای دنیا داریم نه مال داریم. سحر با میخیزی راحت کرده گوجا یک ملکه گوجا یک شکرانه کنیم ان شاء الله خدا خواهد. این نعمت ها را الله از ما و شما دور نکند، از ما و شما خدا خواهد زیاده کند. وقت هم نزدیک است خدا نمازی یعنی عید تعطیبش میگیم خدا خواهد ان شاء الله. نماز خدا خواهد ان شاء الله 2 رکعت نماز خونده می شود از دانی من. این نیتش هم خیلی بسم الله الرحمن الرحیم نیت کردم بگذارم 2 رکعت نماز عید رمضان با جمله تکبیراتش که واجب این وقت است. روی آوردم با قبله من بر جهت کعبه، اقتدا کردم به امام حاضر ایستاده، خالص لله تعالی الله اکبر گفته همه مو چیکار میکنیم امام دا اقتدا میکنیم. امام سبحانك اللهم میخونه همه. امام بعد از وی پیش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله 3 مراتب تکبیر میگیم. الله اکبر اولیا بار دستا سر میتیم، الله اکبر گوشان میرسونیم با سر میتیم، الله اکبر میرسونیم سر میتیم، با الله اکبر
میرسونیم سر میتیم، دستا میبندیم، بعد امام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله، بعد قرائت الحمد میخونه، یک سوره زم میکنه، رکوع سجده میکنیم، با الله اکبر دیم رکعت نمیخیزیم، با امام الحمد میخونه، با زمین سوره میکنه، پیش از رکوع با 3 مراتبه همین تکبیرش که میکنیم دوام میتیم. یعنی الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. انا بعد رکوع 4 تسبیح کتی رکوع میکنیم، تکبیر کتی انشاءالله. انا بعد سجده 6 التحیات، اللهم صل علی، اللهم بارک علی، اللهم اغفر لی. بعد دو طرف سلام میتیم انشاءالله. امام یک خطبه میخوند انشاءالله و یک دعا. به همین انشاءالله چی میشود؟ یعنی نماز انشاءالله عید رمضان انشاءالله انجام مییابد. برای همین همه انشاءالله خدا خواهد بیسن همجون نمیشیم. همه خدا درا که شدمونه بیمالو درا کشین خدا گرم است کو کشین درا موبند اخیل بچه ها رمونه مبادا این و سویت دیگه گفتن نمیشه. یکی گم شدنش ممکن برای تکبیر گفتن هر یک جان نته بچه های میدونستگی بستین، چون که نماز خدا خواهد انشاءالله بهترین نماز میخونیم انشاءالله خدا خواهد.